در مرداد ماه سال 1402 خبری عجیب و وحشتناک کل شهر شیروان رو فرا میگیره. قتل پسر 9 ساله و خواهر 13 سالش توسط همکلاسی خواهرش با مجموع 30 ضربه چاقو. مردم شهر با خودشون میگفتن مگه میشه؟ همچین چیزی نمیتونه اتفاق افتاده باشه. آقا یه دختر 14 ساله چجوری میتونه اینقدر بیرحمانه دوستش و برادر 9 ساله دوستش رو بکشه؟ ولی متاسفانه این خبر وحشتناک واقعیت داشت. سلام دوستان، به کانال جنایی بازپرس خوش اومدید. اگه به این سبک از محتوا علاقه‌مندید کانال ما رو سابسکرایب کنید و دکمه زنگوله رو بزنید تا ویدیوهای بعدی ما رو از دست ندید. تو 18 مرداد ماه سال 1402 مادر آراد 9 ساله و رونیکا 13 ساله مثل هر روز قبل رفتن به سر کار غذای بچه‌هاشو آماده میکنه و تو یخچال میذاره و به رونیکا میگه که غذا رو گرم کن و با برادرت بخور. بعدش هم به محل کارش میره. 1 ساعت بعد از رسیدن به محل کارش گوشی زنگ میخوره. الینا دوست رونیکا پشت خط بود. الینا میگه که خاله من دارم میرم خونه شما. خواستم ببینم رونیکا خونه است یا نه. این زن خیلی تعجب میکنه که چرا الینا به اون زنگ زده. الینا خیلی از زمانها به خونه اونا میرفت و با رونیکا وقت میگذرون. اون به الینا میگه که من سر کارم، به خود رونیکا زنگ بزن. حدود 1.5 ساعت بعد بازم الینا به گوشی مادر رونیکا زنگ میزنه و میگه که خاله من جلوی در خونتونم و هرچی در میزنم کسی در رو باز نمیکنه. این زن خیلی نگران میشه و به گوشی رونیکا و آراد زنگ میزنه، ولی هیچ کدوم گوشیشون رو جواب نمیدن. چند دقیقه بعد گوشی این زن زنگ میخوره و میبینه که شماره رونیکاست. زن بیچاره خیلی خوشحال میشه و خیالش جمع میشه که اتفاق خاصی نیفتاده. ولی وقتی گوشی رو جواب میده میبینه که یه مرد پشت خطه و میگه که من پاکبان شهرداری هستم و این گوشی رو از سطل آشغالی پیدا کردم. حالا دیگه مادر رونیکا و آراد نگرانیش خیلی بیشتر شده و احتمال میده که اتفاقی برای بچه‌هاش افتاده. ولی حتی تو ذهنش هم نمیتونست تصور کنه که قراره با هولناکترین صحنه‌ای که میتونه برای مادر اتفاق بیفته روبرو شه. اون از سر کارش با عجله به سمت خونه راه میفته و تو راه هم به زن همسایه‌شون زنگ میزنه تا بره به خونه و از بچه‌ها خبر بگیره. زن همسایه هم به جلوی در خونه میره و هرچی در میزنه و بچه‌ها رو صدا میکنه خبری از بچه‌ها نبود. اون زن با کلید یدکی که مادر بچه‌ها به اون داده بود و اگه نیاز شد به خونه بره در رو باز میکنه و وارد خونه میشه. ولی چند لحظه بعد از وارد شدنش به خونه صدای جیغ این زن کل محله رو برمیداره و همسایه‌ها با عجله به اون خونه میان. در همین حین مادر این 2 بچه به خونه میرسه. وقتی وارد خونه میشه میبینه که خونه خیلی شلوغه. وقتی جلوتر میره جنازه رونیکا رو میبینه که قوطه‌ور در خون جلوی در دستشویی افتاده. زبون زن بیچاره بند میاد تا که صدای مامان آراد به گوشش میرسه و به سمت آراد میره. اون میبینه که پسر 9 سالش هم مثل خواهرش غرق در خونه. آراد که به سختی حرف میزد میگه که مامان حالا آبجی رونیکا چطوره؟ زنده است؟ این بلا رو الینا دوست آبجی به سرمون آورد. من تو اتاق داشتم بازی میکردم که یه دفعه از سمت دستشویی صدای جیغ آبجی رو شنیدم. وقتی رفتم اونجا دیدم که الینا داره با چاقو به آبجی ضربه میزنه. من ترسیدم و فرار کردم، ولی الینا اومد دنبالم و با چاقویی که تو دستش بود به منم ضربه زد. اورژانس به محل حادثه میرسه و آرادا به بیمارستان منتقل میکنه. ولی متاسفانه پسرک بیچاره هم بر اثر ضربات زیاد چاقو نمیتونه دووم بیاره و مثل خواهرش تو بیمارستان میمیره. ماموران پلیس شیروان بلافاصله به خونه الینا میرن و اونو دستگیر میکنن. همچنین توی کیف الینا یه چاقوی خونالود پیدا میکنن که معلوم میشه این همون چاقوییه که الینا باهاش رونیکا و آرادو به قتل رسونده. الینا خیلی زود به قتل دوستش رونیکا و برادر دوستش آراد اعتراف میکنه. اون میگه که من و رونیکا 1 سالی میشد که با هم دوست بودیم و خیلی از زمانها رو با هم میگذروندیم. اکثر بچه‌ها تو مدرسه رونیکا رو خیلی دوست داشتن. همین موضوع منو خیلی عصبانی میکرد و باعث میشد که به رونیکا حسودی کنم. اون روزم من تو خونه بودم که از طریق فضای مجازی اشتباهی یه ویدیو که حاوی خشونت زیاد بود برام ارسال شد. نمیدونم یه لحظه تعادل روانیمو از دست دادم. یه چاقو برداشتم و تو کیفم گذاشتم و به خونه رونیکا رفتم. بعد از چند دقیقه به بهانه رفتم به دستشویی به سمت دستشویی رفتم و رونیکا رو صدا زدم و گفتم میشه 1 دقیقه بیای جلوی در دستشویی؟
وقتی رونیکا به جلوی دستشویی رسید، با چاقویی که داشتم چندین ضربه به او زدم و اونو کشتم. در همون لحظه آراد اومد. من نمیخواستم اونو بکشم، ولی اون منو دیده بود. به همین خاطر به سمت اون رفتم و با چاقو به اون هم ضربه زدم. بر اساس گزارش پزشکی قانونی 22 ضربه چاقو به رونیکا وارد شده و 11 ضربه هم به آران. ولی به خاطر سن کم و زور کم قاتل این ضربه ها خیلی عمیق نبوده. به خاطر سن کم الینا امکان فرستادنش به زندان زنان وجود نداشت. قاضی هم اونو به کانون اصلاح و تربیت دختران مشهد میفرسته تا به پروندهش رسیدگی بشه. الینا توسط 2 روانشناس از طرف کانون اصلاح و تربیت و آگاهی مشهد مورد معاینه قرار میگیره و هر دوی این روانشناسان اعلام میکنن که الینا تعادل روانی نداره و تحت تاثیر فیلم‌های خشن و جنایی خارجی قرار گرفته. مادر رونیکا و آراد چند وقت پیش توی مصاحبه میگه که همه چیز خیلی معلومه. این دختر کاملا با قصد قبلی بچه‌های منو کشته. اون اول به من زنگ زد تا مطمئن بشه که من خونه نیستم و سر کارم. بعدش هم برای اینکه اتهام قتل رو از خودش دور کنه به من زنگ زد و به دروغ گفت که من جلوی درم و کسی درو باز نمیکنه تا اینطوری به نظر بیاد که اون اصلا وارد خونه نشده. ولی وکلای این دختر میخوان این قتل رو خیلی عادی نشون بدن. من از خون بچه‌هام نمیگذرم. این پرونده رو میشه یکی از عجیب‌ترین و سخت‌ترین پرونده‌های جنایی ایران نامید و دادگاه هم برای صدور رأی کار خیلی دشواری داره. چون که هم سن قاتل خیلی کمه و هم طبق نظریه روانشناسان قاتل تعادل روانی نداره و دچار اختلالات شدید روانی هستش. به همین خاطر هنوز حکمی برای این پرونده صادر نشده و الینا هم در کانون اصلاح و تربیت دختران مشهد به سر میبره. ممنون که با ما همراه بودید. خوشحال میشیم که تو پرونده‌های بعدی هم همراه ما باشید.